در کولوب پولهای زیادی فرسوده در معاملاتند که گاه موضوع بحث و جنجالی فروشنده و خریدار می شوند. باید قیانم که در سال 2018 با خزینه شعبه منطقه بانک ملی تاشکند در شهر کولوب با مبلغ 13.5 میلیون سومانی پولهای فرسوده از طرف تشکیلات قرضی منطقه و شهروندان علیحده وارد گردیده است. با وجود این هنوز پولهای فرسوده در دست مردم می گردند. این راننده های نقلیات جمعیتی شکایت دارند که بانک های کولوب پیش از قبول پولهای فرسوده شرط های ایلاوگی می گذارند. اونها میگن که با ما یک 100 دونه کده بعد بیارید بعد ما اینا حلش میکنیم. نه که ما هر روز وقتی خالی نداریم که با بانک ها 100 دونه تیار کده ببریم. بر طبق قانونگذاری تاجیکستان بانک ها موظفند پولهای فرسوده را بدون شرط و محدودسازی از مردم جمع کنند و بجای آن پولهای نو بدهند. هر روز تو 16 17 18 19 تا 20 همین خیلی سومو میغلطه با ما که خیلی بعضی همین را وقتی که روخت میگیرین در روخت همین 4 سوم همین دوده میشوه و یا همین قبول میکنن عدگو قبول نمیکنن همین در جیبکوی ما حوزی همین خیلی جمع شدگی هن. نور محمد در مسیر رقم 4 شهر کولوب مسافر میکشد. راهگیرا همیشه با پولهای فرسوده پرداخت می شود. بر طبق مقررات او عهدهدار است این پولها را بپذیرد. نور محمد میگوید گاه با این پولها بقیه میدهد که ناراضگی مسافران را به میان میآورد. چیکار کنم خیلی سمون میتونم. خیلی هم سمون دارید اگه میتونم نمیدونم زفرف نمیگیره ایرا قبول نمیکنه وابشه. مردم راهگیرا را با 1 سامانه و 3 سامانه پرداخت میکنند و بیشتری پولهای فرسوده نیز همانهایند. راننده ها میگویند بهتر میبود تنگه ها را به معاملات میبرآوردند. مدت تین خوبه اساس مدت تین در کار نیست فرمان میگردن خلق هم سموی دریدگی دارن. برای تاجران و راننده ها که برای مشتری در کولوب در رقابت شدید قرار میگیرند گاه داشتن همین پولهای دریده و چرکین نیز دولتی بزرگ است. او خیلی ما ایوان نگیریم ما معلوم میشه ما این از شما میریم شما نمیگیرین خیلی ما چیکار کنیم. آنها از مردم میخواهند پول ملی را احترام کنند و آن را به این حالتی بد نآورند.